و خسته نباشید. واسه تعویض پولکی‌های آب پیکانم شما نیاز دارید اول مانیفولد رو باز کنید. این مانیفولد پیچ‌های دورتاجرش رو باز می‌کنید. قبل اینکه مانیفولد رو باز کنید پایه‌های نگهدارنده داره. این پایه رو باید باز کنید. این حرارتگیرم که بنزین روی اگزوز نریزه باید باز کنید. بعد از اون پیچ‌های مانیفولد سرد رو باز می‌کنید. مانیفولد رو کامل میکشیدش بیرون. بعد از اون شما باید پیچ‌های اگزوز رو باز کنید. استوپش کنید. بعد از اون شما پیچ‌های اگزوز رو باز میکنید. میکشید بیرون و میدیدش پایین. اینجا ما 5 تا پولکی داریم. 1 2 3 4 5. این 5 تا پولکی باید حتما عوض بشه. اینجا واسه اینکه جا دستتون بازتر باشه بهتره پنجه اگزوز رو کامل بازش کنید. پنجه اگزوز کامل در بیاد جلو دستتون بازتر. حتما تا آخر کلیپ با ما همراه باشید. اینجا چند تا نکته میخوام بهتون بگم که نکته‌هاش همشون ریز به ریز به دردتون میخوره. بریم واسه تعویض پولکی‌ها. خب اولین نکتهش اینه که وقتی یه پولکی خراب میشه بهتره تمام پولکی‌ها رو عوض کنید، چون اگه فقط به این یکی مدارا کنید بخواید این یکی رو عوض کنید دوباره چند روز دیگه اون بقیه پولکی‌ها به نشتی میفته. پس بهتره تمام پولکی‌هایی که تو مسیر هست و همه رو عوض کنید که خیالتون از پولکی‌ها راحت بشه. بریم واسه در آوردن بقیه‌شون. این الان این پولکی دشتی آب نداشت ولی نگاه کنید کاملا از بین رفته. اینم دیگه فوقش کار میکرد 1-2 ماه دیگه دوباره اینم میافتاد به نشتی. پس بهتره همه رو با هم عوض کنید. بریم بقیه هم در بیاریم. ببین نکته هم که میخواستم بهتون بگم یکیش اینه، نگاه کنید موقعی که پولکی ها رو در میارید حتما این آشغالا رو از اینجا خالی کنید. این داخلش پر شده از چسب، اینا رو حتما خالی کنید. این داخل اینو نگاه کنید، اینا رو حتما پیشگوشتی بکشید یا آب بریزید داخل رادیات که دوباره شسته بشه همش در بیاد بیرون. تمام این گلملا رو باید حتما در بیارید بیرون. باید آب بریزید داخل رادیات. اونجا رو نگاه کن، این لجنایی که میاد یه انگوش میکشید داخلش که کل آشغالا خالی بشه. ببین اینجا رو نگاه کنید، باید تمام این آشغالا رو خالی کنید از داخلش. این پر آشغاله، اینا همه رو باید از داخلش خالی کنید. روسینی رو نگاه کن. پس شد یه نکته مهمش خالی کردن این آشغالا، در آوردن این چسبا. این تمام این آشغالا رو باید در بیارید بیرون. داخل همه‌شون پر. این پیشگوشتی داخلشون میکشید.
پیش گوشتی که کشیدید آب میریزید تا دوباره آشغالا خالی بشه. نگاه کنید دوباره. دستی میگیری جلوی یکی تا آشغال از این یکی خالی بشه. یه انگشت هم داخلش بکشید که دیگه خیلی عالی. هرچی انگوش میکشی هنوز داره آشغال در میاد بیرون. ببین نکته مهم بعدیش اینه که حتما قبل این که بخواید پولکی رو جا بزنید داخل پولکی ها رو جاشون رو سنباده بکشید که قشنگ پولکی بخوابه سر جاش. این تمام اینا رو باید سنباده بکشید که اون چسبای قبلی و هر چی از کنید در بیاد بیرون. نکته بعدی که داره ببینی الان آهنربا باید شما از پولکی‌های استفاده کنید که جنس برنجی داشته باشه. ببین آهنربا نباید به خودش بگیره. هیچ کدوم از پولکی‌ها اینجا رو بگیر. هیچ کدومشون نباید آهنربا به خودشون بگیرن. این نکته رو حتما حواستون باشه. بعد از این پولکی روی سیلن قرار میگیره. دلیل وجود پولکی اینه که اگه ماشین ضد یخ داخلش نبود و موتور یخ زد پولکی‌ها در بیان بیرون و حجم یخ بزنه بیرون که سیلن نترکه. پس اینو شما سعی کنید جوری جا بزنید که موقعی که چنین اتفاقی میفته پولکی بیرون بزنید. شما باید به مقدار خیلی کم فقط دور تا دور اینو چسب حالا یا دوقلو بزنید یا چسب سیلیکون. اگه مثل اینجا رو نگاه کنید خوردگی داشت بهتر از چسب دوقلو استفاده کنید که این خوردگی ها رو پر کنه، ولی اگه خوردگی نداشت و صاف بود بهتر از چسب سیلیکونی استفاده کنید. الان من اینا رو با چسب دوقلو باید جا بزنم به خاطر این خوردگی هایی که داره. بعد مهمتر از اون اینه که یه قطعی پیدا کنید که دقیقاً داخل پولکی ببین فیت باشه که واسه ضربه زدن که راحت جا بره. حالا موقعی هم که یه خورده‌ای رفت جا از بیرونش هم میتونید ضربه بزنید. کوچیک‌تر هم نباشه که پولکی رو خم کنه. این دقیقاً فیت باشه. به این صورت. حالا بریم واسه جا زدنشون. دستگاه رو به این اندازه میزنید جا به این صورت جا میزنید. دست به چسبای دور تا دورش دیگه نیاز نیست بزنید. اون چسب خودش خشک میشه و خودش فیت میکنه. تا همین حد که جا بزنید میرید سراغ بقیه. همین. مهمترین کار که گفتم گزینه‌ای که آخر میخوام بهتون بگم اینه که بعد از اینکه پولکی ها رو عوض کردید، این الان هر 5 پولکی عوض شد و نو شد. مهمترین کار بعد از اینه که آب بریزید قبل بستن همه چیز. آب بریزید داخل رادیات. و تست کنید ببینید نشتی میده یا نه، که دوباره نخواید اینا همه رو ببندید و دوباره کاری بشه واسهتون. رادیات پر آب میکنید، یه چند دقیقه صبر میکنید. اگه دیدید نشتی نداشت شروع میکنید به بستن بقیه چیایی که باز کردید. موفق باشید. یه گزینه خیلی مهم که اینجا میخوام بهتون بگم، ببینید دست موتور پایین رو که میبینید پیچاشو که کامل باز کنید. بعضی از موتورها جابجا میشن و دیگه به دردسر بستنش. شما این نگهدارنده مانیفولد اینجا رو باید یه چاک بدید که اون پیچ پایینی رو دیگه نیاز نباشه باز کنید. پیچ پایینی سر جاشه، اینو چاک میدید راحت میندازید داخلش، دیگه نیازی هم نیست پیچاشو کامل باز کنید.